سلام خدمت همه دوستان. تایم تویوتای کمری با موتور 2AZ. تایم میلنگش پیستون 1.4 بالا، دو نقطه مرگ بالا، پیستون 1.4. میایم پایین، خار میلنگ به سمت بالا، ساعت 12 خار میلنگ رو میبینید. سنبه دقیقا روبروی دونه زنجیره. بعد میاد پایین تایم اویل پمپش، سنبه روبروی دونه رنگی زنجیر، صورت که مشاهده میکنید. تایم میلسوپاپ ها، این فلش روبروی دونه رنگی زنجیر و از پشت هم اگه مشاهده کنید، بله فلش دقیقا روبروی همین چاکه. تایم CBBT، چاک روبروی دونه رنگی زنجیر و از پشت هم ببینید که دقیقا روبروی همین دونه رنگی یا همون چاکه و از پشت هم یه نقطه، یه سنبه داره. میبینید سنبه روبروی فلش، دقیقا این سنبه، این هم فلش در روبروی هم دیگه. تو این حالت وضعیت میلسوپاپ، این دو میلسوپاپ رو به این طرف، دو تا بادامک رو به اون طرف و حالت قیچی هم که مشاهده میکنید. سیلندر صبح 7 و 8. موفق باشید.